با نام خدا. سلام دوستان خوبم. من امروز اومدم یه در واقع تجربه دیگری که داشتم رو به شما عرض کنم. واقعا این کلیپ ها رو دلی دارم پر میکنم براتون، به خاطر اینکه واقعا خودم ضربه دیدم، دلم نمیخواد به خاطر اعتمادهایی که خودم کردم در واقع یه سر دیگه هم تو همچین خطر بیافتن و پولشون از دست بدن. من چندین سال یه مغازه لباس فروشی داشتم. 3 سال اول سود خیلی خوبی داشت برام. بعد از حدود در واقع همون 3 سالی که کار کرده بودم یه طوری شد که سود من دیگه در واقع سود قبل نبود، واقعا پایین اومده بود. حالا نمیدونم، من بلد نبودم، شرایط بازار جوری بود که این اتفاق افتاد. نمیدونم، من کارهای قبل رو انجام میدادم اما سودای قبل رو نداشتم. لباس تا دلتون بخواد می آوردم، تنوع زیاد بود، از لحاظ مالی واقعا خرج می کردم، از لحاظ دکور خرج می کردم، ولی دیگه واقعا به یه جایی رسیدم که دیگه نمیتونستم و میگن در واقع هر وقت آدم داره ضرر میکنه دیگه قرار نیست به کسی اثبات بکنیم که در واقع من همچنان معذرت میخوام، همچنان ما در واقع داریم از این مغازه سود کسب میکنیم، بخوایم به دوستان و آشنایان و فامیل بگیم نه من خیلی کار بلدم و کلی دارم پول در میارم. نه، من در واقع تا دیدم در واقع سود کسب نمیکنم، مغازه رو گذاشتم برای فروش و دیگه واقعا همت نداشتم تا آف بذارم و دونه بدونه این لباسا رو بفروشم و وسیله ها رو بفروشم. اشتباه خودم بود. اگر دوباره برمیگشتم این کار رو حتما انجام میدادم و لباسا رو آف میذاشتم، حتی اگر لازم بود به قیمت خود همون در واقع خریدم میذاشتم. وسایلم رو چون در واقع چندین سال قبل گرفته بودم میتونستم با سود خوبی در واقع تکی توی دیوار شیپور بفروشم. اشتباه کردم، یعنی در واقع از این که بی همت بودم برای اینکه بخوام تک تک اینها رو در واقع بفروشم، بسنده کردم به اینکه یه آگهی بذارم به اسم فروش کلیه لوازم لباس فروشی و در واقع لباس ها، و در واقع اینم قید کردم که چکی هم حاضرم در واقع این لباس ها و وسیله هاش رو بفروشم. چون واقعا تبلیغاتی که در رابطه با چک من دیده بودم، چه توی داخل تلویزیون چه در واقع تو سایت ها دیده بودم، خیلی اعتماد زیادی داشتم به در واقع چک. فکر میکردم واقعا در واقع کسی که چک میده هر چقدر حسابش و موجودیش در واقع خالی باشه از یه جایی تامین میشه، حالا این از کجا نمیدونم. و فکر میکردم که بانک ها در واقع یه شرایط رو میبینن و به کسی دست چک میدن. مثلا من اگر واقعا خودم در واقع قرار بود کاری کنم در رابطه با دادن چک، دادن دست چک، من جای بانک ها بودم، در واقع می اومدم دست چک رو تقدیم افراد می کردم و به یک شرط، به شرط اینکه در واقع بیام اموال اون شخص رو ببینم چقدره و به شخص اجازه بدم که به اندازه همون مالی که در واقع توی زندگیش داره بتونه در واقع مبلغ چک رو بنویسه. مثلا من میگم که در واقع من این رو عرض میکنم که میگم طرف یه خونه داره به فرض مثال 3 میلیارد، یه ماشین داره مثلا 500 میلیون، چقدر حالا مثلا طلا داره. اینها در واقع سندش رو و ثبتش رو که در واقع تو اداره ثبت انجام شده رو به سیستم بانکی وصلش بکنن که این فرد نتونه به هیچ وجه اینو به صورت حالا قولنامه‌ای، ثبتی یا هر چیز دیگه‌ای، به هر حال این سیستمیه که خود دولت میتونه در واقع درستش بکنه، در واقع این رو در واقع بانک ها بخونند و طبق اون در واقع یه چکی که کشیده میشه رو در واقع تضمینی به فرد دیگه در واقع ارائه کنن. الان که میبینید یه چک تا میاد نوشته بشه، مقدارش در واقع با کد ملی، اسم طرف، همه میاد برای طرف مقابل در واقع فروشنده و شما زمانی که تایید کردید میتونید در واقع اون چک رو دریافت بکنید. خب حالا که اومدن سیستمیش کردن و
یه جوریه که غیر از شخص خریدار، شخص فروشنده هم در واقع باید یه تاییدیه رو این چک داشته باشه. خب پس چه بهتر که این تاییدیه که انجام داره میشه قبل از این که این اتفاقات بیفته در واقع اون مال، اون در واقع خونه، اون ماشین طرف به ازای مقداری که این چک داره نوشته میشه مسدود بشه. مثلا طرف اومده یه خونه 3 میلیاردی داره، 2 میلیارد و 500 چک کشیده، 500 میلیون دیگه این فقط میتونه این چکو در واقع بنویسه، نه بیشتر. این 500 میلیون به فرض مثال برای من مینویسه دیگه. این بابا دیگه هیچی نداره که بخواد حالا در واقع چکی ثبت بکنه، چکی بنویسه. همینطور کشکی که نیست. اگر که واقعا پولی داره و نظارتی هست توسط بانک ها روی این پول طرف، روی این کالای طرف، چکو بنویسه. اصلش اینه. یعنی اگر واقعا بخوای همینجور علالله چک بکشی که فردا روزی بخوای پولش رو بدی، این که نشد. شما یه خونه داری، یه ماشین داری، چکو بکش و به همون اندازه و به همون مبلغ برو خریدای دیگه تو انجام بده. همینو در واقع که خریدی اضافه کن به اسناد داراییت. به جای 3 میلیارد 6 میلیاردش کن، دوباره برو 6 میلیارد 3 میلیارد دیگه برو چک بکش. ولی یه چیز نظارتی، بانک ها اینجا مقصرن، دولت مقصره. اینا باید در واقع درست بشه. واقعا یه فرد عادی میتونه این چیزا رو درک بکنه. من نمیدونم چرا هیچ نظارتی نیست، هیچ کاری نمیکنن. سرتون رو درد نیارم، ادامه ماجرا رو بگم بهتون. ببخشید. ما اومدیم خلاصه آگهی رو گذاشتیم، کلیه لباس ها با وسیله هاشو در واقع آگهی کردیم و خدا رو شکر کلی هم با ما تماس گرفتن. ما اصفهان بودیم، طرف از شمال در واقع تماس گرفت. من گفتم حالا چون راه طرف دوره، من سعی میکنم همین تو نزدیک خودمون بدم. همینجا در واقع یکی از شهرستانهای خودمون تماس گرفتن، گفتن ما بچه همین شهریم و اگر اجازه بدید ما یه چکی بدیم و این وسیله شما رو برداریم. برای خانمم میخوام یه مغازه‌ای بزنم، خودم هم سوپری دارم، یه آدم با شخصیت. و ما دیدیم واقعا همه جوره طرفو میشه بهش اعتماد بکنی. اصلا ظاهرش خیلی عالی و خوب بود و واقعا آدما رو ظاهر نمیشه قضاوت بکنید. شما توی کلیپ قبلی که من در واقع درست کردم اگه برید نگاه بکنید، بارها گفتم یه جورایی گول کلاهبردار رو نخورید. همه یه جورایی یک تور ماهیگیری دارن، این تور رو پهن کردن فقط و فقط برای مال و اموال شما. اصلا هم براشون مهم نیست که خدایی هست، وجدانی هست، هیچی. پس اصلا خیالتون رو جمع بکنم که به هیچ وجه گول این قضایا رو نخورید. یا پول نقد و یا یک دارایی دیگه ای عوض کنید، جابجا بکنید. چک چیه؟ چک اصلا به هیچ وجه چک نگیرید. چک طرفی که میشناسید هم در واقع به نظر من خیلی واقعا ریسکه، چون شما دارید جنس رو تحویل طرف میدید، طرف داره لمس میکنه اون جنس رو، شما یک کاغذ باطل رو دستتون گرفتید، فردا باید 1001 اقدام روش انجام بدید، آخرش هم هیچی براتون نداره. خلاصه ما این آقا اومد با 1000 زحمت، گفتیم اگر واقعا میخوای یه بیانیه هم بکش برای ما. 500 تومن کشید که فردا که میای ما این در واقع لباسا رو جمعش بکنیم. خلاصه ممکن باشه دبه کنه نیاد دیگه. ما این بیانیه رو کشیدیم که در واقع بیاد. فکر کن ما اون روز در واقع 220 میلیون تومان در واقع این پول وسیله ها و لباس ما میشد. خب برای ما زیاد بود. حالا شاید خیلی از شما که این کلیپ ها میبینید بگید که این مبلغ زیادی نیست، برای من زیاد بود. خلاصه عرض کنم خدمتتون که فردا شدیم بنده خدا اومد، ما در واقع کلی وسیله ها رو باز کردیم، لباس ها رو جمع کردیم، کلی گونی رو برداشتیم، در واقع لباس ها رو داخلش گذاشتیم، کلا مغازه رو دیگه خالی کردیم، آماده تحویل دادن بود یه جورایی. خلاصه عرض کنم خدمتتون که این بابا اومد، براش حتی یک نیسان گرفتیم. حالا پول نیسان رو شکر خدا خودش داد و در واقع
اخبار کرد و برد به یک آدرس مشخص، حتی آدرسش هم به ما گفته بود. اما دریغ از این که این آقا این در واقع مکانی که گرفته بود و این آدرسی که این نیسان که حالا در واقع یکی از اقوام ما هم بود، این در واقع جنسا رو برد براش، اینجا یه اجاره حدوداً 1 ماهه بود، خیلی قشنگ، یه کلاه خیلی مشتی سر خیلی ها گذاشت با همین آدرس که ما اینجا در واقع هستیم و مال همین شهریم و در واقع کلیه وسیله رو توی این خونه می برد و بعد با یه تک خیلی خوشگل کلیه این وسیله رو دوباره جابجا کرد و برای خودش به پول تبدیل کرد. اینجور به شما بگم، ما یه چک 2 ماه ازش گرفتیم، 2 ماه صبر کردیم، سر 2 ماه رفتیم این چک رو در واقع دریافت بکنیم. دیدیم که این چک اصلا به نام خود این شخص نبود، یعنی قبلش هم گفت به نام خودم نیست، به نام یه شخص دیگه است. گفتیم خب چک دیگه، چک که تو کشور در واقع اعتبار داره، خب مال هر کی میخواد باش دیگه، ما تاییدش میکنیم و دریافت میکنیم. خلاصه موجودی نداشت، برگشت زدیم. بعد از اینکه برگشت زدیم یه 10 روز طول کشید، رفتیم در واقع دفتر قضایی، اونجا در واقع یه سری اقدامات بود انجام دادیم، یه شکایت نامه ثبت کردیم به طرفی که این چک در واقع به نامش صادر شده بود، ابلاغیه داده شد. حالا این طرف اصلا این چک رو ندیده بود و این پیامک رو ندیده بود. ما رفتیم بانک، در واقع سوابق این بابا رو که چک به نامش بود در آوردیم، دیدیم که غیر از من در واقع مبلغ پایینش من بودم. یعنی میتونم به جرئت بگم نزدیک به 50-60 برگ چک رو هر کدوم 300 میلیون، 800 میلیون، 1 میلیارد چک داده بود و ظاهرا مدیر عامل یک شرکتی هم بوده همین شخصی که چک به نامش بود. یعنی شخصی هم بوده که شاید توی اون شرکت به اسم مدیر عامل یه جورایی برای اون جایگاه گرفتن و یک بابایی رو در واقع گذاشتن جای این قضایا که این کلیه این مسئولیت چک رو دوش این بنده خدا بندازن. شاید اینجوری بوده که برایش هم مهم نبوده که بعد زندان بیفته یا هر اتفاق دیگه براش بیفته، شاید هم نه، واقعا این فرد خودش در واقع یک کلاهبرداری بوده و تو این 2 ماه حسابی چک رو کشیده و قبل از اینکه موعد چکش بشه از کشور خارج شده، چون کلیه وسیله هایی که گرفته بود و در واقع چک رو کشیده بود همه رو به پول تبدیل کرده بود و یک عدد خیلی سنگینی میشد. راحت میتونه کیف حال بکنه توی ترکیه و خارج از کشور و دیگه دست ما هم کوتاه، به هیچ وجه نمیتونیم اون پولا رو زندش بکنیم. دولت هم نمیاد به ما این پولو بده، نمیگه آقا ما این چک رو در واقع تضمین کردیم و شما رو خیالتون راحت کنیم بابت این موضوع. نه، این خبرا نیست. شما باید بسوزید بابت اینکه یک اشتباهی کردید که یه مقداری عجولانه در واقع تصمیم گرفتید. عرض کنم خدمتتون ما همچنان دنبال در واقع بقیه کارهاش هستیم، حتی حکم جلب طرف رو گرفتیم، رفتیم دنبال کارهای کیفری، ولی ته این ماجرا هیچی هستش. فقط دلمون رو خوش کردیم که هر بار میریم دفتر قضایی یه مقدار پول خرج میکنیم، یه مقدار از زمانی که داریم رو خرج میکنیم، یه در واقع دلخوشی به خودمون دادیم که حالا این پول رو زنده کنیم، در صورتی که این پول رفت، تموم شد، به فکرش هم دیگه نباشید. دوستانی که این ویدیو رو میبینید خواهش میکنم بفرستید برای دوستانتون، برای آشناهاتون، تو گروه ها انتشار بدید، دوستان ببینن این قضیه رو. ببینید این پولی که به زحمت در میاد، این پولی که واقعا براش زحمت میکشیم، تلاش میکنیم، چرا باید مثل آب خوردن تقدیم کنیم به یه نفر دیگه؟ گول نخورید. هر مقدار موجودی که دارید اگر نمیتونید نگهش دارید و ممکنه گول بخورید، چون واقعا اینستا پر شده از دامهایی که پهنه، یوتیوب پر شده از دامهایی که پهنه، همه جا این دام ها هست، تلگرام همینجور، هر کدوم با روش های خاص خودشون. ببینید من خودم زخم خوردم، دارم برای شما این کلیپ رو پر میکنم یه تجربه بشه براتون. من اگه این کلیپ رو دیده بودم اصلا اعتماد نمیکردم. خب همه که از در واقع قوانین چک و بانکی و این چیزا سر در نمیارن، طرف داره زندگیشو میکنه، چیکار داره که اینقدر
بخواد خودش رو درگیر این ماجرا کنه. افرادی هستن پشت این قضایا، در واقع بانک مرکزی هست، کلی فکر اقتصادی داریم داره روی این چک نظر میده، صحبت میشه، نتونستند کاری انجام بدن که مردم با خیال راحت بتونن خرید و فروش بکنن و قابل اعتماد کاراشون رو انجام بدن. من اینجا نباید دنبال این مراحل باشم، ولی حالا که دیدم واقعا این قضایه کشکیه، ما اومدیم در واقع برای شما یک کلیپ ضبط کردیم، گفتیم شما آگاه باشید، به دوستانتون بگید، به آشناهاتون بگید، بذارید این فرهنگ سازی بشه توسط خود ما که چک قابل اعتماد نیست. در واقع اینم به شما بگم، در واقع حالا تو کلیپ بعدی من یه چیزی در رابطه با سایت دیوارم براتون پر میکنم، اونم قشنگه، اون برای خودم واقعیتش اتفاق نیفتاده، اونو برای یکی از آشناهامون اتفاق افتاده، من براتون تعریف میکنم که یه تجربه‌ای بشه براتون و میگم چی کار هم بکنید که از در واقع نرم افزار دیوار خواستید چیز خرید بزنید، چی کار کنید که در واقع قابل اعتماد باشه و بعد پشیمانی نکشید در رابطه باش. دوستان خیلی احتیاط کنید. من واقعا بازم بهتون میگم به چک اعتماد نکنید، به افرادی که در واقع میگن بیایید و فلان دستگاهی رو ما تولید کردیم که باهاش روزانه چقدر پول دریافت میکنید اعتماد نکنید. همه چیز رو با سند و مدرک، با نوشته های معتبر. به نظر من بتونید یه ماشین رو در واقع به نام خودتون بزنید و یه چیزی رو دریافت بکنید خوبه، یه ملکی رو به نام خودتون بزنید و چیزی رو دریافت بکنید تا زمانی که پولش رو دریافت بکنید خوبه، اما به چک و کاغذ باطله این چیزا اعتماد نکنید. این چیزایی بود که دردایی بود که رو دل من بود دیگه برای شما تعریف کردم. انشالله که اینو در واقع پخش میکنید، فقط بسنده نکنید به اینکه خودتون ببینید، یه لحظه منتشرش بکنید بقیه هم ببینن. انشالله که دیگه برای کسی اتفاق نمیفته. ما که تو این نداری پولمون از دست دادیم، انشالله که بقیه سالم و سرحال و پرپول باشن. به امید خدا. فعلا یا علی، خدا حافظ.